یعنی ملعون انشاءالله خدا خواهد، یعنی یا که تبر می‌نامنش انشاءالله. این سوره خدا خواهد انشاءالله بالکل برای هلاکی ابولهب یعنی ملعون انشاءالله چی می‌دهد؟ اخبارات می‌دهد. الله سبحانه و تعالی برای ما شما خبر می‌دهد که بالکل ابولهب می‌دانید این دشمنی سخت‌ترین دشمنی بدبخت‌ترینی یعنی پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم حتی امک شده امک که در انشاءالله خدا خواهد تاریخ انشاءالله این بدبخت‌ترین که تمام فعالیت کارش در چی اثر شد در یعنی انشاءالله خدا خواهد یعنی عذاب دادن محمد صلی الله علیه و سلم و تمام صحابیان عرب ها را باز می داشت که تا اینکه انشاءالله با محمد ایمان نیارند. حتی اینکه همسرش انشاءالله بدبخت جمیل خواهر ابو سفیان این الحمدلله این دشمنی سخت‌ترین زن و شوهر تمامی تا دوره مردنش فعالیت کاریش درباره چی؟ یعنی عذاب دادن محمد صلی الله علیه و سلم و درباره داشتنی تمام انشاءالله خدا خواهد یعنی عرب ها یعنی رسولان وقتی که ایمان آوردن میشدن پیش روشن میگرفت بدبخت، چون که کسی که ایمان می آورد با رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه میشد. الحمدلله این صحابه بزرگی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم شش هم صحبت شده مثل ما و شما. الحمدلله رسول الله دائم خدمت شکرگی آدم را صحابه میگن انشاءالله خدا خواهد. این صحابه ها این بختناکترین انسان ها هستند. الحمدلله که دوره سعادتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیکار کردن؟ زندگی کردن، هم صحبت شدن. حالا ما شما آرزو میکنیم که کاش یک بار جمال محمد در خواب ببینیم. هر روز انشاءالله خدمت میکنیم، سعی میکنیم، کوشش میکنیم، لیکن ها مثل ما شما به ملال میشنن، هم صحبت میشدن. الحمدلله بیادت شکر که زمان سعادت نه انشاءالله زندگی کردن. الحمدلله بیادت شکر نمیمون که همون بیچاره ها بیایم پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی کنن؟ ایمان بیارن. مبادا که ایمان آوردنشون هم درک میکرد اضافه بالای اضافه عذابشون زیاده میکردن. این کافرهای بدبخت ایچاره رو میزدنشون در گرمهای افتابهای انشاءالله مکه که بسیار گرمترین موضع است چیکارشون میکردن؟ آزارشون میدادن. چخیلی که منو بینید یعنی بلال حبش که یکی از سیاه پوستان هستن الحمدلله حبشی سیاه پوست که انشاءالله صدری جنت شد الحمدلله. وقتی که خل بود غلام بود وقتی که خوجینش در کرد چیکار کرد؟ آزار دادن سر کرد. بسیار بسیار عذاب‌های سخت می‌دادن در گرمه های یعنی مکه بسته چیکارش میکنن؟ در افتابای جوش تو سنگا را در قفس‌های سینه و زیر میکنن. بچه ها خیلی مثل حیوان بسته میدادن کشالاش میکنن میزدن تا اینکه از دین محمد برگردد. لیکن انشاءالله کسی که ایمان میارد انشاءالله نمیگردد. الحمدلله چون که ایمان الله سبحانه و تعالی خودش میدهد. عزیزان من ایمان همه نمیدهد. خدا دولت بایگری دنیا را همه کس نمیدهد، فرق ندارد مؤمن است کافر است همه نمیدهد. لیکن ایمان الله سبحانه و تعالی مخصوص برای بنده‌های دوست داشتنیش میدهد. الحمدلله من وقتی که الله سبحانه و تعالی بنده را دوست دارد حضرت جبرئیل امین از نزدش دعوت میکنه جبرئیل اینجا بیا. من مثال احمد جان سید احمد جان دوست داشتم ترام دوستش می‌داری. وقتی که و انشاءالله خدا خود دوستش دارد تمام فرشته بلکه تمام دنیا انشاءالله خدا خود چیکار میکنه؟ شما انشاءالله اعلان میشین محبتتون خدا خود زیاده میکنه. این دین همین دین است که در دین ملت نیست عزیزان من. ملت گفتگی چیز بازی نمیکنه. فقط ملت یک ملت است ابراهیم خلیل. الحمدلله از این ابراهیم خلیل چیه ملت میگن؟ 10 سنت برای ما شما یادگاری موند. همون 10 سنتی که انشاءالله 5 تاش در بالای سر است 5 تاش در بدن است همینا چی میگن؟ ملت میگن. این سنت
دوباره سنت شد، دوباره سنت شد. هم رسول الله اجراش کرد، همچین الحمدلله انشاءالله خدا خواهد بای ابراهیم ما شما یاد کنید. من مولات راشدنش از بای ابراهیم است. موی سر گفتنش استنشاق، مزمزه دهن شفتن، بینی شفتن، خط نکردن، ناخنو رو بریدن، الحمدلله اینا همه چی است. سنتی الحمدلله پدر ملت است. این چنین رسول الله صلی الله علیه و سلم چیکار کردن؟ با تکرارن الحمدلله اضافتاً قوت دادن برای ما شما چی شد؟ انشاءالله این سنت یادگاری الحمدلله از پدر ملت، این چنین از خدا خواهد رسول الله صلی الله علیه و سلم یادگاری ما الحمدلله بیادت کرد. ولی این دین و چی مشقه ها و چی زحمت ها رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما شما آورد. آشی تیار کردگی است، فقط ما خوردن در کار خلاص، فقط عمل کردن در کار خلاص، زحمت نیست. ما شما هیچ کس از اون نداده است. هیچ کس یگان انشاءالله خدا خواهدم ترسمی یگان کس شما را تحقیر نکرد از دیگر نکرد است. الحمدلله فقط توری خورده آش توری عمل کنیم انشاءالله خدا خواهد سعادت دو دنیا نمیرسیم. اگر ما پای همون عزیزان نگیریم. پیامبر روز در حدیث مبارک میگن اصحابی کن نجومی بی ای اقتدیتم صحابگان من مثل ستارگان هستند کدامشون تابع شد انشاءالله هدایت می‌یابند. من ستاره ها را ببینید، اگر عالم ستاره شناسی نگرد و بعد شب راه زنی یک ستاره شما را با منزل تو میبرد یا قبله یافتنش ها که ستاره ها وظیفه بازی میکند. بلامین مثل ستاره ها گفت یعنی صحابگانی من است الحمدلله. کدامه چه ابوبکر را تابع بشین، چه انشاءالله عمر را تابع بشین، چه انشاءالله عثمان را تابع بشین، چه علی را تابع بشین انشاءالله هدایت می‌یابیم. چون نو چه خلیفه ها وزیران بهترین محمدی صلی الله علیه و سلم هستند انشاءالله خدا خواهد. اینها هم انشاءالله با آسانی این دین قبیلت نامدن، مستحکم قبیلتش عمل کردن. این دین در عمل در کنی عزیزانی من. که عمل کنی انشاءالله خدا خواهد بعد قدرت بلند می شود. علمت در عمل یار گردن میگه قدری تو 1000 گردن. اگر مثل صحابه ها علمای ما شما عملی شود انشاءالله درجت بلند میگیرد، مرتبت بلکه تمام دنیا میشناسد. الحمدلله تمام دنیا مشهور میشیم. مثل ابوبکر نه گیم که ازبکستان زمین نه بلکه تمام دنیا ابوبکر دوست می‌داره، تمام دنیا عمر را دوست می‌داره، تمام دنیا عثمان را دوست، تمام عالمی که اسلام مسلمان‌ها که زندگی می‌کنند در قلب هر یکش همین اصحاب کرام که از مجسم است عزیزان من. اگر ما شما هم حقیقی عمل کنیم، ما شما هم دین توری بریم، توری عمل کنیم انشاءالله الله سبحانه و تعالی ما شما هم در قلب تمام مسلمانی اهل دنیا انشاءالله مجسم می‌گرداند عزیزان من. همین توری خشوع انشاءالله کار کنیم، توری طاعت کنیم، توری انشاءالله عبادت کنیم خدا خواهد انشاءالله طبق مذهب ها پیروی کنیم. الحمدلله این مذهب ها بیکار نیستن. این مذهب هایی که انشاءالله خدا خواهد بوتون حیات فعالیتش در خدا خواهد رای خدا سرشدگی است. امام اعظم رحمت الله علیه بینید اگر تاریخش نظر اندازیم بالکل فقط انشاءالله با یک پا ایستاده خدا خواهد 15 پاره قرآن میخوند، با یک پا ایستاده 15 پاره. کی میتوند؟ کی میتوند؟ شب خواب نمیرفت، میگه شب فقط گریه میکرد. بینید قبلا در هفته صداد در روایت خوندم در کتابی انشاءالله خدا خواهد صلات مسعودی بود. دو آدم صحبت داشتیم، همین نمیشناسی؟ نمیشناسیم. همین آدم در یک شبانه روز 400 رکعت نماز نفل میخوند. یکی در اصل حضرت 200 رکعت میخونده است. همه آدم دروغچی نشاید گفته 400 رکعت میخونده ایش است. انا خدا ترسی، خدا ترسی که باید دروغچی نشاید. ولی ما شما انشاءالله عبادت فرضیه نمیکنیم ولی واجبه نمیکنیم. این نفل که این 4 ستیه امر شریعه. امر شریعت از 8 چیز عبارت است: فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، حرام، مکروه، مستکره. همین چی 4 ستیه مستحب. کسی کنه ثواب میگیرد، نکند عذاب نیست. لیکن همین چیز میکردم باید دائم با طهارت گشتن مستحب است و ها بی طهارت نمیگشتن.
نه شب نه روز، یک دقیقه هم به طهارت نمیگشتن، دقیقه هم شکست در رو از عقیبش طهارت میکردن، عبادت میکردن، شبها رو خدا خواهد با قیام روز میکردن. میدانی حضرت امام اعظم بین 40 سال یک طهارت کتی نماز خفتن و بامداد خودگی است کی میتونه؟ ما شما از شکم پولی خالی نیستیم. خدا خواهد یک طهارت چاش میزنیم، خدا خواهد دو طهارت چاش میخیریم، بعد نه خدا خواهد شب خیام بستیم، خدا خواهد ما هم همین ندار بکریم و جای قیام لیل و جای خدا خواهد شبا خواندن اونجا خدا خواهد همین ندار بکریم. ها بیچارا کم کم خدا میخوردن تا اینکه از عبادت نمونن. بینید 40 سال و یک طهارت نماز بام نکی میتونی که یک 3 روز خدا خواهد به یک طهارت نماز خفتن بامداد تخواد و تعریف کنی میشه تحقیقی مجاهد، تحقیقی انشاءالله جهاد کننده، حقیقی رای خدا را خدمت میکردی. این حزین نیستی، این شوخی هم نیستی، این نمیتونیم ما شما. ما نمیخوایم که بغل گرمکی زن وجود داشته. حضرت ها با سکون کار میکردن، با دقیقه هاش کار میکردن. همین حضرت عثمان بینید زنش التماس میکرده جان عثمان جان یک بار خورم، یک دمه دیدم یک برگه خونم، یک دمه یک برگه خونم، میده که روز میشه. چون که محبتش به قرآن زیاد بود. من عثمان میگه که من دوست میدارم که فقط دائم شب و روز قرآن تلاوت کنم. میدید؟ هلی هم قرآن زنش که دور میشین. میده دمه یک دو برگه خونم، دو برگه خونم. ما چی؟ من در قرآن هم خدا خواهد میگونیم، همشه میگونیم با کلم میگونیم. الله اکبر. این انسان ها شدن انشاءالله چی در کار؟ غیرت در کار جو. برای همین من شما رو میگم که این عزیزای خدا دوست دار، این عزیزای خدایی که مجسم تمام فعالیت کارش در راه الله صرف شد، تمام حیاتش عزیزی من، تمام حیاتش 70 سال امام اعظم عمر بلا شد، 70 سال عمرش فقط در راه چی شد؟ عبادت شد، در راه الله شد. الحمدلله خدا من مرتبهش بالا کرد، خدا محبتش نسبت مسلمان ها زیاد کرد که ما 27 فائز روی دنیا در یک مذهب است. وقتم شده از عزیزان من انشاءالله خدا خواهد خداوند انشاءالله فرصت یا شبی دیگر درباره ابولهب انشاءالله صحبت بکنیم. سوره مسد مکمل بشن شما برسونیم انشاءالله خدا خواهد که دشمنی خدا را با الله بچی انشاءالله عذاب ها مبتلا کرد، بچی مشقت ها بس همین شما انشاءالله عزیزان میرسونیم. برای همین همونش غیرت کنیم، حرکت کنیم. این برادرها، این خدا خواهد مسلمان ها، این مجاهدای راه الله همون دوست داریم و دوست داشته طاعت عبادت کنیم. و آخر دعوانا ان